اومدیم رانندگی جاده چالوس زیبا. این هم صد سیاویش است. تا آخر ولاگ با ما همراه باشید، البته اگه رانندگی دوست دارید. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در جاده زیبای چالوس. امروز یک شنبه 28 تیر ماه 1405 و ساعت حدود 10 صبح. جاده چالوس یکی از زیباترین جاده های شماله و تقریبا جمعیت زیاد از کسانی که به شمال سفر کردن با این جاده خاطره دارن. این جاده در تمام فصلهای سال زیبایی خاص خودشو داره، ولی در بهار و تابستان که سرسبزم هست جلوه و لذت دیگری داره، مخصوصا هوا بارونی و مه‌آلود باشه. اگر به رانندگی در این جاده علاقه دارید پیشنهاد میکنم که تا آخر ولاگ با ما همراه باشید، چون در این ولاگ بعد از عبور از هزارچم، سیاویشه به مرزن‌آباد خواهیم رفت و از اونجا در جاده قدیم چالوس در نهایت به کمربندی چالوس و نوشهر خواهیم رفت. راستی اگر به ولاگ های دیگری از شمال زیبا علاقه دارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک، کامنت و حمایت هم فراموش نشه. امیدوارم که از رانندگی در این جاده زیبا هم لذت ببرید. جای همه عزیزان هم خالی.
مرز کندوان، اینم باغ چشمه مرز کندوان. جاتون خالی، بریم یاش بزنیم. ماشین بنده خدا خراب شد. چه کندوان، نماش رشته کندوان با چای محلی. جاتون خالی، بخوریم بریم ادامه بله. اینم منظره